وقتی بچه بودم یه بیماری خیلی نادر داشتم که باید روزی 3 تا مگس می‌خوردم تا زنده بمونم. البته دایم اینجوری میگفت. کلا دایم وسیله تفریحش من بودم، تفریح دیگه جز من نداشت. اگرم وسیله تفریحی می‌خرید باز رو من تستش می‌شد. مثلا لیزر که اومده بود مینداخت رو دیوار، میگفت امیر بگیرش. بعد من میرفتم میگرفتمش. میگفت فکر کن مگس بخورش. می‌خوردم. اما اینا ادامه داشت تا وقتی که من وارد مدرسه شدم. از وقتی وارد مدرسه شدم تشدید شد. مثلا اومدم خونه گفت امیر جان مشق چی داری؟ گفتم باید یه صفحه بنویسم آ. گفت یه صفحه کمه 15 صفحه بنویسم. سوم بودم اومدم خونه گفت مشق چی داری؟ گفتم باید جدول ضرب 10 بار بنویسم. گفت خوبه 15 صفحه بنویس آ. من تا 15 سالگی روزی 15 صفحه می‌نوشتم آ. بعدم دیگه از آ کلا بدم میاد. یه نامزد داشتم پانتوها باش به هم زدم. یه رفیق داشتم آرش دیواش صحبت نمی‌کنه. بعد دایم خیلی آدم خسیسیه. یعنی یه بار 60000 تومان به من قرض داد. 2 هفته بعد زنگ زد گفتش که امیر جان حقیقت من میخوام خونه بخرم 60000 تومان کم دارم. دایم خیلی آدم یه دنده و لجبازیه. مثلا داشتیم شبیه فوتبال ایران رو می‌دیدیم. گفت ببین ایران اگه میخواد ببره بعد عزت اللهی رو بیاره تو. گفتم دایی عزت اللهی توئه. گفت خب باید ببرش بیرون.